پرستو حلیمی هستم، کارشناس و متخصص نقاشی سیاه قلم. توی کانالم آموزش نقاشی سیاه قلم و طراحی چهره به سبک واقع‌گرا میذارم. این قسمت آموزش اجرای اجزای تناسبات چشم هست که ترکیب دایره و بیضی رو براتون میگم. حالا اگه میخواید توی قسمت بعدی تکیه سایه زنی داخل چشم رو آموزش بدم که خیلیاتون مشکل دارین، حتما سابسکرایب کنین که اونم ببینین. برای شروع از مداد B2 استفاده میکنم. نوک مداد رو کاملا تیز میکنم به یه صفحه تازه که برای کشیدن چهرمون. در ابتدا یه دونه بیضی معمولی میکشم، همونطور که قبلا براتون آموزش دادم. یه بیضی معمولی میکشم. 1 2 3 4 5 به طوری میشمارم که کاملا بیضیمون پررنگتر بشه. حالا در اندازه نوک مدادمون در این فاصله ها برای دایرمون به این شکل خط ساخت میکشیم. نباید خیلی بزرگتر یا خیلی کوچکتر باشه، باید درست اندازه نوک مدادمون باشه. به این شکل میکشیم و دایرمون رو از بالای خط پایینی به این صورت میکشیم، جوری باشه که بالای دایرمون روی خط بالایی بیفته. به این شکل. این کاملا درسته. برای اینکه دستتون حرفه‌ای تر باشه این شکل رو در اندازه های مختلف، متوسط، بزرگ و کوچیک بکشید، جوری باشه که دستتون حرفه‌ای تر بشه و بفهمید که دایره باید به این شکل داخل چشم قرار بگیره. خب بچه‌ها، برای کشیدن چشممون باید دقت کنید که وقتی بیضی رو به این شکل میکشید دایره رو کاملا داخل چشم نکشید. این کار کاملا اشتباهه و باعث میشه که نقاشیتون خراب بشه. توجه کنید در این فاصله ها باید دایره داخل بیضی باشه. این کار کاملا اشتباهه. توجه کنید ببینید چجوری میکشم. این کاملا اشتباه و باعث میشه نقاشیتون خراب بشه. بچه این شکلی که میکشم اینم کاملا اشتباهه. توجه کنی باید دایره‌تون بیرون از بیضی نزنه یا کوچیکتر از بیضی نباشه. اینا کاملا اشتباهن. حالا شما بگید به نظرتون سخت‌ترین قسمت طراحی چشم چیه؟ توی کامنت ها برام بنویسید.